امروز میخوایم با بمب افکن توپولوف 22M آشنا بشیم. حالا چرا؟ بیا تا بهت بگم. توپولوف 22M یک بمب افکن استراتژیک ساخت اتحاد جماهیر شوروی هست که در دوران جنگ سرد توسط شرکت توپولوف طراحی و ساخته شد. این هواپیما نخستین بمب افکن جت فراسوت شوروی به شمار میاد که توانایی انجام عملیات‌های طولانی مدت با سرعت بالا رو داشت. هدف اصلی طراحی توپولوف 22 حمله به اهداف استراتژیک دشمن در فاصله‌های دور و با سرعتی بالا بود تا از دسترس جنگنده‌ها و پدافند هوایی خارج بمونه. این بمب افکن به عنوان یک ابزار قدرت نمایی در برابر غرب و به خصوص ایالات متحده در دوران جنگ سرد طراحی شد. ولی ما توی این ویدیو می‌خوایم بدونیم که چرا توپولوف 22 به عنوان نمادی از پیشرفت تکنولوژی و صنعت شوروی به شمار می‌رفت و مشخصات این بمب افکن استراتژیک چه چیزهایی. در اواسط دهه 1960 دیگه عصر بمب افکن‌های بزرگی چون B-52 و توپولوف 95 برای نفوذ در عمق خاک دشمن به پایان رسیده بود. البته پایان از این جنبه که با رشد فناوری پدافند هوایی، پرواز در ارتفاع بالا و رفتن بر فراز خاک دشمن کار عاقلانه‌ای نبود. اگرچه این بمب افکن‌های بزرگ تا به امروز نقش خودشون رو به عنوان سکوی پرتاب کننده موشک‌های کروز در صورت خالی بودن میدان از پدافند و یا اعمال جنگ الکترونیک شدید برای بمباران به خوبی بازی کردند. نیروی هوایی شوروی به دنبال یک بمب افکن مافوق صوت برای پرواز در ارتفاع پایین میگشت تا در ارتفاع کم به خاک دشمن نفوذ کنه و دست به بمباران بزنه و در صورت نیاز بتونه نقش یک بمب افکن مادون صوت در ارتفاع بالا رو نیز انجام بده. شوروی در اوایل دهه 1960 دست به توسعه توپولوف 22 بلایندر زد. با اینکه این بمب افکن کارایی خوبی رو نشون داده بود، ولی برد کمش باعث شد تا شوروی به سرعت به دنبال طراحی بمب افکن دیگه‌ای بره و بلایندر رو در نقش شناسایی یا ضد کشتی به کار بگیره. نیروی هوایی شوروی نیاز به بمب افکنی با توان پرواز در هر ارتفاعی با سرعت صوت بود. از این رو بهترین گزینه استفاده از بال متغیر بر روی بمب افکن‌ها بود. طرح بمب افکن جدید در مرحله اول در داخل خود شرکت توپولوف آغاز شد. در مرحله اول قرار بود طرح توپولوف 22K تغییراتی داده بشه و به بال متغیر مجهز بشه. ولی در سال 1967 به دلیل پیش اومدن مشکلاتی طرح کاملا مورد تجدید نظر قرار گرفت. طرحی که در مرحله اول سامبوت 145 نامیده میشد، در سال 1968 توپولوف 22M نام گرفت و ناتو به اون لقب بکفایر رو داد. این بمب افکن در تاریخ 30 آگوست سال 1969 پرواز کرد و در سال 1972 به صورت رسمی عملیاتی شد. اولین سری تولید این بمب افکن شامل 9 فروند برای آزمایشات پروازی بودند و توپولوف 22M0 بکفایر A نامیده می شدند. سری بعدی نیز شامل 9 فروند بود که برای ارزیابی عملیاتی به کار گرفته می شد و به آنها نیز توپولوف 22M1 بکفایر A گفته می شد. ولی اولین نسخه تولید که در سال 1972 وارد خط تولید شد، توپولوف 22M2 بکفایر B بود. بکفایر در دهه 1970 پیچیده ترین هواپیمای نظامی شوروی بود که از ترکیبی از فناوری‌های آنالوگ و دیجیتال ساخته شده بود. بکفایر دارای یک بال متغیر است که در پایین بدنه قرار داره و دارای زاویه رفت و برگشت 20 تا 75 درجه هست. زاویه بال 20 درجه برای پرواز با سرعت صوت در ارتفاع پایین و زاویه بال 75 درجه برای پرواز در ارتفاع بالا و زیر صوت. این هواپیما دارای 4 خدمه بود که شامل خلبان و کمک خلبان در جلو، ناو و افسر اسلحه و رادار در عقب قرار داشتند. کابین جلو آنالوگ بوده و هیچ نمایشگری نداشت و 2 خدمه جلو از 2 دسته هدایت فرمان مانند برخی هواپیماهای مسافربری استفاده می‌کردند. ولی در کابین عقب 3 نمایشگر گرد، 1 نمایشگر مربعی شکل برای افسر اسلحه و 1 نمایشگر با یه لاستیک محافظ دور آن برای افسر رادار و ناوبری آن وجود داره که برای نشان دادن نقشه، رادار و دیگر سامانه‌ها به کار گرفته شدند. بکفایر از 2 موتور بهره می‌برد. در نسخه توپولوف 22M2 دارای موتور NK22 و در نسخه توپولوف 22M3 از 2 موتور توربوفن NK25 بهره میبره که دارای رانش 55000 پوندی با پس‌سوز بود
که تا مدت‌ها قوی‌ترین موتور توربوفن نظامی جهان شناخته می‌شد. هواپیما دارای 9 مخزن سوخت داخلی با ظرفیت 68000 لیتر است و از یک لوله سوختگیری هوایی در جلوی دماغه خود بهره می‌بره. این هواپیما برای هدایت دارای 3 سامانه هیدرولیک بود که 260 لیتر روغن هیدرولیک رو با خودش حمل می‌کرد. یک سامانه تهویه هوا برای حفظ هوای مطبوع در داخل کابین به صورت اتوماتیک دست به حفظ دمای کابین خدمه بین 20 تا 23 درجه میزنه. این سیستم رو یک سامانه خنک کننده و یک سامانه گرم کن پشتیبانی میکنه و همچنین این سامانه وظیفه خنک نگه داشتن سامانه‌های الکترونیک هواپیما را نیز بر عهده داره. سامانه‌های الکترونیک توپولوف 22M شامل سامانه ناوبری اینرسی NC45، سامانه کنترل از راه دور برای ارتباط با واحدهای رادار زمینی و یا آواکس ها، سامانه نقشه خوان خودکار PI3 که با پرواز هواپیما بر اساس داده های سامانه اینرسی میتونه موقعیت دقیق هواپیما رو هر لحظه روی نقشه مشخص کنه. خب حالا در این لحظه از ویدیو میخوایم با مشخصات دیگر نسخه های این هواپیما هم آشنا بشیم. توپولوف 22M3 بکفایر C. این نمونه ارتقاءات بسیاری رو به همراه داشته و تبدیل به پیشرفته ترین نسخه بکفایر شد. اولین تغییر اون نصب موتور NK25 بود که دارای قدرت بیشتر و مصرف سوخت کمتری بود و باعث افزایش برده این نسخه شد. همچنین این نسخه در کنار رادار برای کسب هدف دارای سامانه اپتیکی OBP15 هست که بر روی توپولوف 160 هم نصب شده. این نمونه تنها هواپیمایی در حال خدمته که هنوز بین 100 تا 130 فروند در حال خدمتن. توپولوف 22MR MR نسخه شناسایی توپولوف 22M3 هست که برای شناسایی الکترونیکی و یا جاسوسی الکترونیک در نظر گرفته شده. از جمله تفاوت‌های این مدل میتوان به نصب رادار آبزور MR در دماغه با توان شناسایی و ثبت پستی بلندی‌های زمین اشاره کرد. در این نسخه یک محفظه مستطیلی شکل طراحی شده که محل رادار با توان نقشه برداری 2 بعدی از سطح زمین رو داراست. همچنین این نمونه دارای تجهیزاتی برای جمع‌آوری علائم و فرکانس‌های راداری دشمن هست و میتوان با برداشت جایگاه رادار ساختگی در زیر بدنه از اون مانند نسخه M3 در نقش بمب‌افکن استفاده کرد. توپولوف 22M مانند توپولوف 22 بلایندر برای غرب بسیار پردردسر بود، حتی بیشتر از توپولوف 160. سامانه الکترونیک پیشرفته و جنگ الکترونیک قابل توجه و توان حمل تسلیحات زیاد که 2 برابر بلایندر بود، اون رو تبدیل به یک جایگزین پیشرفته تر برای بلایندر کرد. این بمب‌افکن ترکیبی از توان حمل تسلیحات بالا با توان پرواز در ارتفاع پایین در برد بلند، همواره برای پایگاه‌های آمریکایی و یا کشورهای اروپایی یک تهدید جدی بود. چین در تلاش بود که این بمب‌افکن رو خریداری کنه، ولی هرگز چین و روسیه به توافق نرسیدند و همکنون بکفایر پرتعدادترین بمب‌افکن عملیاتی در جهان هست. ولی ممنونیم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً برای حمایت بیشتر با زدن دکمه لایک و سابسکرایب به ما انرژی بدید و حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. حالا جای دوری نرید که میخوایم با شاهکار شرق یعنی توپولوف 160 هم آشنا بشیم. پس بریم سراغ ویدیو.